زنی که شوهرش را احترام نکند، دائما سخنهای قبیح گوید، آیا این زن چه حکم دارد در اسلام؟ زنی که شوهر را احترام نکنه، گپ شوهر را گردانه به سوی شوهر، یعنی سخنهای قبیح و بد گوید، این زن البته در لعنت خداوند گرفتار است، از رحمت خداوند محروم و بی‌نصیب است. این زن از جمله زنهای یعنی بدبخترین زنها است، چون که زن باید که یعنی اطاعتگر، باید یعنی حرمت کننده و احترامت کننده شوهر باشه. حضرت امام احمد و نسائی حدیث را روایت میکنند از حضرت عایشه مادرمون رضی الله تعالی عنها که حضرت از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پرسیدند که ای الناس اعظم حقا علی المرأة، گفتن از همه زیادتر حقدارترین شخصیت در بالای زن کی هست؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتند که زوجها، گفتن شوهرش از همه حق زیاد در بالای زن شوهرش داره. و پرسیدند که فای الناس اعظم حقا علی الرجل، گفتن از همه زیادتر در بالای مرد که حق داره؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن امه، گفتن مادرش از همه زیادتر در بالای مرد مادر حق داره. از همه زیادتر در بالای زن شوهر حق داره و از همه زیادتر در بالای مرد یعنی که مادر حق داره. در روایت دیگه که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم روز به سوی زنها خطاب کردن که ای جمعیت زنها شما صدقه کنه، چون که من در شب معراج دیدم که اکثر یعنی دوزختی ها زنها بودن. شخصیت زن از او پرسید گفت یا رسول الله با چی خاطر؟ جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن شما دو فعل بد داره، یکی از او این است که شما یعنی شوهرها را ناشکر هستی. شوهر اگر هزار خوبی به سوی شما کنه در اندک کار به سوی او میگویه که برای من چی کرده ای، یعنی خوبی های شوهر را در نظر نمیگیره، به احترامی نسبت به شوهر میکنه. دوم کمبودی شما این است که کلمه لعنت را زیاد استفاده میبره، یعنی که از روی همین بسیار زنها پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم دیدن، من دیدم که اهل دوزخ بودن، دوزختی ها بودن. در روایت دیگر که این حدیث هم حضرت امام احمد رحمت الله علیه روایت کرده اند، از حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه میفرمایند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که اذا صلت المرأة خمسها و صامت شهرها و حفظت فرجها و اطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتند که هر زنی که 5 وقت نمازش را ادا کند و روزه ماه شریف رمضان را روزه گیرد و شرمگاهش را از یعنی حرامی ها، از زنا و فحشا نگه دارد و شوهر خود را اطاعت کند، شوهر خود را حرمت کند، احترام کند، در روز قیامت به سوی اون زن گفته می شده است که از کدام در جنت می خواهی داخل جنت شو. یعنی ببینه که در این حدیث پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن که هر زنی که 5 وقت نماز خوانه، ماه رمضان روزه گیره و شرمگاهش از حرامی ها نگه داره و شوهرش اطاعت کنه. ببینه که شوهر اطاعت کردن در برابر امرهای فرض آمده است که هر زن اینها را داشته باشه، در روز قیامت به سوی این زن گفته می شده است که از کدام دری می خواهی داخل جنت شو. یعنی زنی که شوهرش اطاعت نکرد، شوهرش آزار داد، شوهرش سخنهای قبیح بد گفت، فهمیده می شود که از این وعده، از این بشارت، از این خبری خوش اون زن محروم و بی‌نصیب است. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرموده اند که ولو این حدیث امام احمد روایت کرده است، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتند که لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، گفتن صلاحیت یعنی اجازت نیست، درست نیست که انسان از برای انسان سجده کنه. ولو صلح لبشر ان یسجد لبشر لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه علیها. گفتن اگر درست می بود سجده کردن از برای انسان سجده کنه، هر آینه من زنها را امر میکردم که شوهرهاشون سجده کنن، از جهتی یعنی بزرگ بودن حق شوهر در بالای زن. یعنی بچنان حق بزرگی داره شوهر در بالای زن که پیغمبر بزرگوار گفتن اگر سجده در غیر الله درست می بود، من زنها را امر میکردم که شوهرهاشون سجده کنن.
حتی در روایت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم که این حدیثی هم بخاری هم مسلم است، حدیثی صحیح است، از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت شده که پیغمبر بزرگوار گفتن لا یحل للمرأة ان تصوم و زوجها شاهد الا باذنه. تن حلال نیست از برای زنها این که روزه نافله یعنی روزه نفلی گیرن در صورت حالتی که شوهرشون حاضر باشه مگر به اجازت شوهر. یعنی که زن به اجازت شوهر حتی روزه نفلی گرفتن اجازت نداره، رخصت نداره، براش درست نیست تا از شوهرش اجازت نگیره، یعنی روزه نفلی گرفته نمیتونه. در روایت دیگر که این حدیث امام بخاری روایت کرده است از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، حضرت میفرمایند که اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان علیها لعنتها الملائکه حتی تصبح. تن هر وقت شوهر زنش در جاگه به سوی خودش دعوت میکنه برای همخوابگی و این زن یعنی رو میگردانه و گردن نمیگیره، قبول نمیکنه دعوت شوهرش، این مرد غضبناک میگرده. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که تا سحر تمام ملائکه این زن لعنت میکنن، یعنی که در لعنت ملائکه این زن مبتلا و گرفتار است. وقتی که شوهرش آزار داد و خفه کرد.